این دفترای خبسا که اینجا دخترای مردم دیش میره کار میکنه، اینطور نیست که اینقدر مسئول و به حجاب اونجا نشسته است. این بی غیرتای مسلمانی که از دروغ روزه میگیره، یقین به الله بو که ایمانی از یا وجود نداره. دخترشون در بقتی کافر در دفتر کار کرده رایسته، اینقدر عزتمند شد، اینقدر کافر لحاظ تو را میکنه که دختری تو برای ایر خواب به حجاب بگذاره و اونجا یک معاش برش بده. خو نام مملکت خبسا، بی غیرتا، دیوسا، مردمایی که سالا دین نداره ما خراب کرده. کدام آدم بی غیرت دختری خود روان کرده دفترها؟ روان کرده. آدم مسلمانی با غیرت که از تشنگی بمرم امی کار نمیکنه. خدا مملکت ما مردمای بی غیرت هست، بی دین هست که دین نداره، به نام مسلمان است. واسطن که لکه ننگینه در ای وطن و در ای مردم و در اسلام آوردن، اگر نه کجاست؟ کدام غیرت تقاضا میکنه؟ دختری جوانی تا در حالی که در خانه تو بی غیرتی دیوس خود آراستم میکنه، لبشیرین هم میزنه، سرخ و سفیدم میزنه، آرایش هم میکنه و در دفتر در کار هم میره. تو پدر بی غیرت برش میبینی؟ برادر بی غیرت برش میبینی؟ خوش آمستی که دلار میاره برای من. خاک در سری اینطور زندگی، لعنت در سری اینطور زندگی، لعنت در سری دلاری که در جیب تو میفته و بی غیرت. نام و نشان آبا و اجدادتان از بین برده. اسلام خو هیچ رعایت نکرده، هیچ دقیقش نبوده. اما آبا و اجدادتان که نام داشت، انگلیس در او سری دنیا از یک نقطه جهان احراس نداشت، از افغانستان احراس داشت. چپیله سنگینه همین مردم تلخانخوری افغانستان در روی انگلیس داده بود، لیکن تو امو شهامت و امو عزت پایمال کردی، در زیر پایت کردی. نوکری بی غیرتی و دیوسی را برای انگلیس و برای امریکا و برای دیگر کرده رایستی. چرا؟ یک 4 دقیقه شکم پدر نالت خوار نگاه نکو، هر چیز برش داده برو، دلار زیاد باشه، دلار زیاد باشه. تو را به الله قسم دختری تا داده میتونی در شوهر، اگر میدیام شرط قطش میمانی که گپا را پنهان کن، نگو سبا نگوی که دختری باکره نبود. همین طور است یعنی؟ راستی تا بگو. تو اینجا از مردم عیبای تا پنهان میکنی. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. پیش الله چی میکنی؟ یا بی غیرت سبا در قبر مانده میشی، الله از پیش سوال میکنه. نفقه دختر سری تو بود یا نفقه تو سری دختر بود؟ کدامش بود؟ دین داره مردم، عزت داره مردم. باز که بشینن پوک پوک گپا میزنن، بلند بلند گپا میزنن. کدام غیرت، کدام بلندی؟ تو خود گرفتی خدا نه، بسته اسلام ضربه زدی، بی غیرت ساختی، لکه ننگین داده دامنش زدی. خوش هستن، پیسه میآید. این دنیاست، 4 روز دنیاست. به الله قسم به گشنگیم تیر میشه، به سیریم تیر میشه. تو را الله پیدا به می خاطر کرده که موردی بازخواست قرار میگیری، که حلال و حرام فرق میتونی آنی. تو کیستی؟ جهان دیگه آمده نیست. الا که دختری تکر چی میکنه، زنید که هر جای میروه، همشیرید که هر کار میکنه، بگذار شد. همین دخترایی که رقص میکنه، همین دخترایی که در پیش مردم بیگانه چم خم میکنه، همین ماما داره یعنی، کاکا داره یعنی، پدر داره یعنی، بیادر داره یعنی. کدام عالمی دیوس است که همینطور جنازه همینطور دیوسا را میخوره؟ همون عالم هم دیوس است. و عالم نیست، و بنده مادیات است. تو یک جنازه را نخوان که باز کس مرد باشه، بیراهگی بکنه، مرده اونجا افتاده باشه. مملکت خراب شد، عزتمندی و عفت از بین رفت. حالی افتخار دایی است. دختری ما خبرنگار جور شده، سفر میکنه در خارج، قطعی خبرنگارا می باشه. خب کدی یک روز میرسی
که الله سبحانه و تعالی از پیشت سوال میکنه، پرسان میکنه در کجا بودی، چی میکردی، چی مسئولیت داشتی. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. پیغمبر چی میگه؟ خبردار همه تان حیثیت چوپان داره، در مورد ما تحتتان از پیشتان سوال میشه. اولادت که نماز نمیخونه سوال میشه از پیشت. اولادت که کج قدم میزنه در موردت از پیشت سوال میشه که چرا اولادت نماز نخوان، چرا کج پای مانده. تو خودت تشویق کرده ای. چی میگه؟ بعضی دخترای کانسرت والا و دخترای نعوذ بالله رقاصه چی میگه؟ از خاندان خود خیلی راضی استم که مرا تشویق کرد به این کار، مرا تشویق کرد به این کار. خصوصا پدرجان گلم. پدرجان گلت باز میفهمه که در بودو بیشت آخرت برای بعد از او معلوم میشه. قطعی تو همراه از او در جهنم بروی، بعد از او باز معلوم میشه پدرجان. دل آدم درد میگیره. اسلام کدام اسلام؟ کدام اسلام؟